توی این ویدیو می‌خوایم به صورت خلاصه تأثیر تراشی مغزی بر راننده انسان‌ها و سایر تکنولوژی‌ها رو بررسی کنیم. به این چند سال اخیر ایلان ماسک با تأسیس نورالینک از پیشگام‌های این عرصه بوده و فعلا تمرکز این تراشه بر افراد معلول و به اونا کمک می‌کنه تا با استفاده از ذهنشون وسایل الکتریکی رو کنترل کنن. از طرف دیگه نورالینک سعی داره تا با افزایش سیگنال‌های عصبی و رساندن به بدن بتونه معلولیت‌ها رو درمان کنه. ایلان ماسک همچنین توی مصاحبه‌ای گفته بود که این تراشه‌ها قابلیت اینو پیدا می‌کنن تا افراد بتونن توی ذهن خودشون فیلم تماشا کنن یا به شبکه‌های اجتماعی برن. همچنین این دستگاه میتونه توی کنترل مشکلات روانی، کاهش استرس و سایر فشارها، همچنین تشخیص بیماری‌ها نقش تعیین کننده رو در آینده داشته باشه. اما توی آینده دورتر این تکنولوژی چه تأثیری میذاره؟ کسایی که این تراشه‌ها رو نصب می‌کنن میتونن با هم دیگه ارتباط تلپاتیک طور داشته باشن. طرف بتونه اطلاعات رو از طریق تراشی خودش به تراشی طرف مقابل بفرسته. از طرف دیگه حس میشه که دیگه نیازی به دستگاه‌های مثل گوشی همراه نخواهند داشت، چون قطعاً این وسیله ارتباط‌ها رو به بعد جدید میبره. شما فرض کنید که دوست شما توی کشور دیگه یا شما بتونه با وصل شدن به تراشی اون کشور رو از دید دوستتون ببینید یا بجرد. یا جراح توی انگلستان بتونه با وصل شدن به یه رباتی توی ایران یه عمل جراحی رو مدیریت کنه. فقط قضیه به اینجا ختم نمیشه، تکنولوژی جدیدی در پایین تراشه‌ها به وجود میاد. برای مثال میتونید بازی‌های ویدیو رو تصور کنید که با وصل شدن به این تراشه بتونید اونها رو توی ذهنتون بازی کنید. با این تفاوت که این تراشه‌ها با کنترل حواس بتونن حس دنیای واقعی رو به شما بدن و شما بتونید هر چیزی رو توی دنیای بازی به راحتی حس کنید. و قطعا این برای فیلم‌ها هم اتفاق میفته. یه چیزی مثل برین دنس ها توی بازی سایبرپانک. دیگه حتی لازم نیست بعضی کارا مثل نوشتن رو به صورت دستی انجام بدید. شما به راحتی میتونید توی ذهنتون کتاب‌ها رو بخونید یا چیزی رو تایپ کنید و بقیه ارسال کنید. میتونید هر زبانی که بخواید توی ذهنتون آپلود کنید یا توی ذهنتون بتونید مطالب جدید رو یاد بگیرید. یا اطلاعات توی مغزتون رو موقع خواب ذخیره کنید تا بعدا بتونید توی اون خواب دوباره قدم بزنید. قطعا این تکنولوژی بیماری‌ها و مشکلات خودش رو به وجود میاره و بیشتر ترس عموم از دزدی شدن افکار و هک شدن ذهن توسط افراد دیگه هستن. به نظر با پیشرفت هوش مصنوعی با این مشکلات مقابله میشه. البته مشکلات دیگه‌ای هم مثل کنترل دولت به این تکنولوژی و تخصیص این تراشه‌ها برای افراد پولدار هم هستش که بحث درباره اونها ویدیو رو طولانی‌تر می‌کنه. خلاص اینکه این تراشه‌ها دنیا و بینش انسان‌ها به یه بعد جدیدی میبرن و قدمی در هوشمندتر شدن انسان‌ها یا حتی حیوانات خواهند بود. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny.